بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم و علی آله و صحبه اجمعین. ما و شما گفتیم که چه قسم با قرآن عظیم الشان و چه قسم با سوره فاتحه زندگی بکنیم. در زندگی کردن با سوره فاتحه گفتیم اول با احساس توحیدی زندگی بکنیم. در دوم قسمت گفتیم که دعا و ثنا، استعانت و هدایت از الله بخواهیم. در قسمت سوم گفتیم که مناجات با الله سبحانه و تعالی، یعنی با الله سبحانه و تعالی در سوره فاتحه چه قسم سخن بگوییم. و چهارمین موضوعی که در سوره فاتحه هست که با سوره فاتحه چه قسم زندگی بکنیم. در این قسمت خلاصه میگیم که کل دین در سوره فاتحه خلاصه شده است. کل دین. وقتی شما به این سوره فاتحه را بخوانید میبینید که در سوره فاتحه کل دین چی هست؟ عقیده هست، عبادت هست و اسلوب و روش زندگی هست. با چی اخلاق، با چی نظام ها زندگی بکنیم. کل ازید در سوره فاتحه هست. عقیده، بسم الله الرحمن الرحیم برای ما معرفی میکنه که الله را معرفی میکنه، وحدانیت الله را، رحمت الله را، مهربانی الله را، وسعت رحمت الله را. ای که حمد و ثنا و صفت فقط بر الله هست. این کلش موضوع توحید است. بسم الله توحید است، الرحمن توحید است، الرحیم توحید است، الحمدلله توحید است، رب العالمین عقیده توحید است، الرحمن عقیده توحید است، الرحیم عقیده توحید است، مالک یوم الدین عقیده توحید است، ایاک نعبد عقیده توحید است، توحید عبادت، ایاک نستعین عقیده توحید است، توحید استعانت. برای ما اهدنا الصراط المستقیم. صراط المستقیم چی هست؟ راه راست، راه توحید است. و برای ما در این سوره مبارکه درس میده همچنان که عبادت، ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت و استعانت به کی میشه؟ به الله میشه. پس کل دین اگر اعتقادات است، اگر عبادات است و حال معاملات و اخلاقیات، سه راه هست. راه زندگی، راه زندگی سه قسم اشخاص است. از این سه راه یکش انتخاب کن. راه انعمت علیهم است، راه مغضوب علیهم است و راه ضالین هست. راه انعمت علیهم که هست؟ راه های پیغمبرا هست. میخوای که زندگی خوب، سعادت دنیا و آخرت نصیبت شوه، راه مستقیم بگی که صراط الذین انعمت علیهم است. و باز سوره دیگه الله سبحانه و تعالی میگه نبیین، صدیقین، شهدا و صالحین. یک راهی است. یک راه دیگر راه غلط است. راهی کی هست؟ راه کسانی هست انعمت علیهم چی صفات دارن؟ قرآن و سنت میفهمن، دین میفهمن، دین یاد میگیرن. خوب که دین یاد گرفت، به آنچه که یاد گرفته عمل میکنن. اینا نبیین، صدیقین، شهدا و صالحین هستن. دوم راه کسایی هستن که سرشان غضب الله نازل میشه. اونا کی هستن؟ اونا دین یاد میگیرن، قرآن، سنت، دین، اجماع، قیاس، کلش یاد داره، لکن به او عمل نمیکنه. مثل علمای یهود. پس اینا علم داشتن، او تو نبود که الله را نمیشناختن، او تو نبود که پیغمبر را نمیشناختن، لکن عمل نمیکردن. بالای از اینا غضب الله نازل شد. و قسم سوم کسایی هستن که اینا ضالین هستن. اینا کی هستن؟ این راه سومی هست. راه کسانی هست که اونا قرآن نمیخوانن، احادیث نمیخوانن، دین یاد نمیگیرن، برای خود از دل خود دین میسازن. فکر میکنن که آنچه ما تصور میکنم محمود دین است. دین در قرآن است، دین در سنت است. علمای نصارا، زاهدای نصارا، راهبای نصارا میرفتن قرار در غار خو میکردن و ذکر میکردن و عبادت میکردن و کارایی میکردن که قصه هایشان رو بخونی تعجب میکنی. کلش بدعت، کلش از دل خود جور کرده. ازدواج نمیکنیم. چرا ازدواج نمیکنیم؟ نه والا ما میخوایم دیندار باشیم. دینداری با ازدواج میشه. نه والا ما میخوایم ترک دنیا بکنم. دنیا را رسول الله و صحابه رهبرای جهان بودن. اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم، خلافت خلفای راشدین، خلافت اموی ها، یارا کی تأسیس کرد؟ صحابه تأسیس کردن. تا روزی که صحابه زنده بودن، دنیا، قدرت سیاسی دنیا، قدرت اقتصادی دنیا، همه به زیر دست از اینا بود. پس تو چه قسم دین میخوای بکنی؟ ما دنیا را
در سیاست غرض ندارم، در دنیا غرض ندارم، در نظام های دنیایی کار ندارم. من چی میکنم؟ برای خود دین جور میکنم که فقط ذکر میکنم، عبادت. همین دین شد. اما قدر که کردی بناهن الله میگه که این گمراه ها هستن، کسایی که دین یاد نمیگیرن و در نصرانیایی بودن قبلا که اونا کتاب خدا نمیخوان، نمیفهمیدن که عیسی علیه السلام پیغمبر الله هست. زیاد عیسی علیه السلام دوست داریم. بالاخره از دوستی زیاد عیسی علیه السلام از مقام مخلوق کشیدن، بردن گفتن العیاذ بالله فرزند الله هست. پس این سوره فاتحه برای ما و شما چی درس میده؟ اعتقادات. برای ما چی درس میده؟ نظام عبادات. برای ما چی درس میده؟ تمام نظامای کاملی که در زندگی انسان به دردش میخوره و در آخرت به دردش میخوره، این کلش کجا هست؟ این در سوره فاتحه هست که وقتی سوره فاتحه را میخوایم تمام نظام های زندگی خدا از یاد بگیریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.